یتیم در یک جای نشسته گریه کنان از مردم مبلغ میپرسید. چندین نفران آمده او را مسخره کرده رفتند. بعد مرد به نزدش گذشت و او را به آن احوالش دیده غمگین شد و خود به خود فکر کرده گفت آخر مبلغی ندارم که به او دهم. همان قدر دارم باید به فرزندانم خوراک برم. و کمی ایستاد و دلش طاقت نکرد. گفت فرزندهایم یک روز تحمل کند. حالا من به این مبلغ‌های خوراکی کودکانم را دهم و از پسش نظارت کنم که به کجا میبرد. مبلغ به آن یتیم میدهد و کمی از پیشش غایب می شود. یتیم باشد پول را گرفته دوام به مغازه در آمده نان می گیرد و می رود. مرد از پسش می رود. می بیند که پسرک به یک خانچه در آمد که آنجا ویرانه بود. مرد از پسش رفته از پس در صدای همون کودک را شنیده در را کمی باز می کند و می بیند که پسر با یک کودک بیمار است. با آن نان داده شکمش را سیر کرده ایستاده است. مرد غمگین می شود و در را گشوده به نزدشان می آید. پسرک او را دیده از جایش می خیزد. مرد با او سوال می کند این کودک به تو چی می شود؟ جواب می دهد دادرم. می گوید شما پدر و مادر ندارید؟ پسر گریه می کند و می گوید نه، پدر و مادرم وفات کردند. عمک‌هایم باشد ما را از خانه پدرم پیش کرد. ما در همین جا زندگانی می کنیم. مرد از چشمانش اشک جاری می شود. می گوید به شما کی خوراک می دهد؟ پسرک می گوید خودم 2 روز شد یک لقمه نان بر دهانم نبردم، اما رفته مبلغ طلب می کنم و به دادرم نان می آرم که او بیمار است، شفا یابد. مرد دیگر تحمل نمی کند و من می روم می گوید. از آنجا برآمده به خانه اش می رود. آن شب تا صبح نه خوراک می خورد نه خواب می کند. همیشه در خیالش همان کودکان بود. صبح شد. همسرش با او گفت تو یگان درد داری که از دیروز نان نخوردی. خاموش ایستاد. کمی از بین گذشت. از چشمانش اشک جاری شد. فرزندهایش را با آغوشش گرفته بوسید. زن با او گفت چرا با ما چیزی نمیگویی؟ مرد به زنش گفت من از دنیا گذرم و بعد من تو از دنیا گذری. فرزندانمان را کی نگاه و بین میکند؟ همسر در سخن گفته شوهرش گریان شد و فرزندهایش را با آغوش گرفت. گفت از خدا میخواهم هیچگاه ما را از آنها جدا نکند. و باز مرد سوال کرد بعد مرگ ما برادران من اینها را از خانه پیش کند و اینها شب و روز از پی یک لقمه نان سرگردان باشد، چی کار میکنی؟ زن در جواب گفت خداوند هیچ کس را به این درد گرفتار نکند. مرد گفت اما کرده است. زن گفت چه خیل کرده است؟ کی هست آنها؟ مرد میگوید دیروز پسری را دیدم که از مردم مبلغ میپرسید. من با او کمی مبلغ دادم و از پسش رفتم. او رفته از مغازه نان گرفت و به یک خانه رفت. من از پسش رفتم و دیدم که آن پسر نان را برای دادر بیمارش گرفته است. از او سوال کردم که پدر و مادر نداره؟ گفت نه،
پدر و مادر وفات کردند و عمک‌هایشان آنها را از خانه پیش کردند. آنها کسی ندارند. دادرچه‌اش بیمار بود. حال او چی شده باشد؟ تا حاضر از خیالم دور نمی شود. دیروز خود به خود گفتم آنها را به خانه بیارم. باز کمبودی زندگی را دیده نتوانستم. که در همین حالت همسر در این سخن گفت پس چرا نآوردی؟ حالا آنها در کجا اند؟ گفت به خیالم در همان خانه. همسر گفت بیا رفته آنها رو میاریم. مرد گفت آخر نانی خوردن نداریم، چطور آنها را میاریم؟ همسر گفت اگر خوراکمون باشد با ما میخورند، اگر نباشد با ما گرسنه میایستند. تنها از آن جای افلاس و خنک به خانه همون آریم. مرد در این سخن خرسند می شود و رفته آنها را گرفته می آرند. سر و بدنهایشان را شسته، لباسهای فرزندانشان را به آنها می پوشانند و با کودک بیمارش دارو می دهند تا صحت شود. و همسر به شوهرش می گوید که اکنون تو می توانی به کار روی. مرد برآمده می رود. مرد کفش دوز بود. آن بگاه مبلغ زیاد به دست آورد و به خانه خوراک با همراهی نان آورد و همه یکجا در نزد دسترخوان نشستند. با محبت به آنها خوراک زیبا دادند و پگاهش مرد باز به کار رفت. یک ثروتمند به او گفت تو کفش دوز خوبی بوده ای و هم مرد دلصاف بوده ای. تو به من محقول شده، و من همین گونه نفران در کار. من تو رو به جای کار تأمین کنم، تو چی میگویی؟ مرد گفت آن چی کار است؟ مرد ثروتمند گفت من طرفخانه ای دارم، در آنجا کار میکنی، با مردم خوراک میکشی و پولشان را میگیری. مرد راضی شد و چند ماه کار کرد و به آن مرد ثروتمند که پسند آمد، ثروتمند او را آهسته آهسته صاحب همان طرفخانه کرد. دوستان شاید درک کرده باشید که همش از مهربانی و دلسوزی که به یتیمان کرد و آنها را تنها نگذاشت از همان جهت است که خداوند به او تمام چیز را مهیا کرد تا یتیمان را سایبان شود. الله بزرگ همتون را در پناهش نگهبان باشد دوستان.